آنجا بشین. باری ماذا پیش آخه. کپوتون تست بزنی نکن کس نیاد. گوش دختر. همین من تو دا عاشق شدم فهمیدی؟ اینم من تو دا عاشق شدم. ما دا عاشق شدی؟ آه. ای بابای خالدار تر نگو. بابی نگو مرا بابی نگو آخی. فهمیدی؟ همین ما اینم تو را گرفتنی فهمیدی؟ بعد اینم نصیب باشه. امشب یعنی شام شروعات. گرفتم که نیکی فرزندای من نفهمه فهمیدی؟ فرزندای من نفهمه. اینم خانه و داو دست کرد همه را بنامد میکنم فهمیدی؟ اینا باغ راه اگرت پگرت همه را بنامد میکنم تو فقط نگو فهمیدی؟ من تو دا عاشق شدم که موقع اون تعلیقات کیه؟ کامپیر مایکو کامپیر اما اچای بودا کار اچای بچه همین وقتای آخر کو مرا نیناویجو کاریسته نیناویجو فهمیدی بیدانی اگه برای همون من تو دا عاشق شدم تو فقط نگو همین سخنی مرا نگو اینم خانه پانه را همه را بنام میکنم فهمیدی ای بابای خالدار این خیلی نگو شما را سراغتون رفت ای من یاشم یه دخترک تو مرا بابی نگو آخی من تو دا عاشق شدم فهمیدی ای بابای خالدار بای نگو خیلی یک قدمی اون بس نه چه نیخدد شما را سراغتون گذاشتگی برای سراغش گذاشتگی میگه من تو دا عاشق شدم من دا کلازال در کردیزه یم خودت عاشق شدم ما بیزار ما عاشقی نگو ما عاشق شدم ما یاش مخ یاش این لای قرآن که اگر آخه چی ما دا یاش نمیفاره من تو دا عاشق شدم شما دا یاش میفوره این لای قرآن ای زورتون میرسه فقط فرزندای من نفهمه فهمیدی فرزندم نفهمه همی خانه و در همه را بنامد میکنم بتیزا وقتی اینا سلاوقتی جواب میتون فهمیدی حالا بای بچه حالا بای شگه پگه دقتی بیوزنی همسویا شمی توی در جا عمری مرا رزونده بچه یکم فکرهای زیادی بیمانه نکن من نخدی آدمی مسافر یکم فکرهای بیمانه کنی این دختره کم سلامتیش خوب نیست مزاج گرفتگی آخه این دختر گوتسته من خودم طاقه میگم خمیر دارم میابرم خمیر مرا بکنم گوتسته آخه